زمان هستم در شبکه نسیم اینجا خندوانم. جان چی الان؟ سلام رامبد، خوبی ردیفی؟ سلام عزیزم، تو چطوری؟ ببخشید اما زیادتون شادیاتون شرکت نکردم، عذرخواهی میکنم رامبد. خواهش میکنم. ببخشید رامبد. ژلوفن داری؟ چی دارم؟ ژلوفن همراهته؟ نه چی شده مگه باز؟ پیروکسیکام داری رامبد؟ الان تهیه میکنم. چی شده؟ میشه زنگ بزنین شاه حسینی پیروکسیکام برام بگیره رامبد؟ آقای شاه حسینی زحمت بکشید برای جناب خان عزیز پیروکسیکام بگیرید. دیفنهیدرامین کامپاوند هم بگو بگیره. دیفنهیدرامین کامپاوند مگه اون مال گلو درد و چرا؟ احتیاطی میگم. دکسترومتورفان پی هم بگو برام بگیره رامبد. چشم. چرا این دارو رو به تجویز پزشک داری مصرف میکنی؟ رامبد ها نگاهش دار شدم. چه بلایی سرت اومده؟ رامبد نگاه دستم چطور شده؟ چه بلایی سرت اومده؟ رامبد اینقدر درد میکنه، اینقدر درد. رامبد عزیز دلم بده ببینم چی شدی؟ آی نسیم سری صبر کن ما را با خود. گفتم بیارمش که یه وقت وظیفه‌م هم انجام بدم رامبد. حالا که اومدم اینجا رامبد چه بلایی سر انگشتت اومده؟ داغون شده رامبد. به جان خودم این انگشته بدبختم کرد رامبد، بیچارم کرد دیروز. خدا نکنه بهم بگو چه بلایی سرت اومده. با من حرف بزن. انگشتم تو درد گرفته بود. حالا چی شده؟ ما از اون ور رفتیم سر قرارداد با مسی برای پاریس سن ژرمن. 2 ماه دنبال این مسی اومده سر قرارداد تا اومدم امضا کنم هی امضام خراب میشد. هی میگفت آرژانتینی صحبت میکرد. هی گفتم الان امضا میکنم. الان گفت سوپر چی تا پرت پدر تو میبافم. گفتم بابا الان امضا میکنم. گفت چرا بارسلونا پیچوندا پاسا میوردن. گفتم بابا الان امضا میکنم. آخرش رو پای زنان رفت برگشت بارسلونا. امضا نکرد. بازیکن به اون بزرگی رو دست دادی؟ سر انگشت نامرد رامبد. چی کار کردی با این؟ چرا اینجوری شده؟ گازش گرفتی؟ نه درد میکنه رامبد. ما الان یه مسئله دارم. ما چطور دیگه تو خندوانه با مهمونا خداحافظی کنم بهشون بر نخوره؟ چون دست با ایجو میکردم ایجو با بکنم رامبد درد میگیره. بر نمیخوره بهشون؟ دائمیه مگه؟ خب ای تو شده دیگه ای تو. خب با اون یکی دستت این کارو بکن. با اون جواب نمیده. با این بیا الان نگاه کن. بیا 10 بار جو میکنم. با اون بکن. نگاه کن. راست میگی عجیب. این انرژیش هم فرق میکنه. اصلا روی این مسلط‌تری. دقیقاً رامبد. اگه یه پل سوراخ بشه ما او بغل پل باشم ما هم دستم اینجوری درد خود بیا کل شهر بگیره. ما چجوری وظیفه ما انجام با اون یکی ها نمیتونی؟ نه فقط با این اون یکی های دیگه نه، فقط این میمونه رامبد. چیکار باید کرد؟ همه چی ریخت با هم. رامبد جان مورفین داری؟ مورفین بهم تزریق و خرابم. مورفین تزریق. نه من مورفین ندارم. نداری؟ مورفین اصلا همجوری که من پیدا میشه نمیدن آشنا. رامبد بله میگم ما اگه دستم خوب بشه میتونم پیانو بزنم؟ حتما. میتونم دوباره قطعای سخته بزنم؟ حتما. ما چون قبلی که انگشتم مصدوم بشه نمیتونستم، ولی الان خوب بشه میتونم. نه چون خیلی نگرانم. آره میتونم. خوب بشه کامل میتونم. بله همه قطعای سخته دیگه میتونم بزنم. حتما. ای خدا کاج رامبد ببینم جان بهم بگو چی کار کردی با این؟ چه بلایی سر خودت آوردی؟ بذار من دست بزنم. یار بالا بودا ای نازنین. قشنگ بود. فقط گفتم درد میگیره بیارمش تو آهنگ که یه وقت خراب. رامبد جان هموم چطور برم کوکا؟ چطور خودم بشورم تو هموم رامبد با انگوش؟ میشه مونه ببری هموم؟ بله. کیسم هم میکشی؟ با کمال میل. رامبد جان یکم دماغم میخواره بخارم نمیتونم. دماغم میخواره. کجای دماغت؟ همون زیرش میخواره. نمیتونی بخارونی؟ نه با این نمیتونم. اینو
دماغو میخواد. خیلی هم کار بهداشتی. رامبو سقف دهنم میخواد. عزیزم سقف دهن تو با زبون تو اینه این کارو بکنی نه که انگشت رو کن. سقف دهنم میخواد. کار بهداشتی نیست. الکل دادم بعدن کم خواهم. الکل دادم. آقای شاه حسینی الکل به من بدین. الکل یادم دادم. چرا همه جا به خارج خیلی افتاد خاله. الان تو این آقا وضعیت؟ خیلی خاله. باشه صبر کن شاه زبون حسینی. کوسی کن. زبون کوسی کن خالی. با یا خدا بدو خالی. خیلی خالی. الکل بیاری. رامبد خار دارو میشم. رامبد خارم زیاد شد. رامبد آره یعنی میخوره تو دهنم میخوره. اینو مثلا الکل زدی الکل خوزه تو هوا دست کمود الکل خوش قبلش فوت کردی دوباره الکل بزن. اگه فوت کردی دوباره الکل نه چقدر شرایط داریم. خفلم میشم خارون بدو بیا کجا تو؟ تی سخه دارن آخه رفت پشت گوشم کدوم گوش؟ همین برو پایین پشت گردن برو پایین پشت گردن زیر پیانیم در بیار برو پشت زیر پیانیم. حاج آقا پشت دستم هم شما حاج آقا پشت دستم بفرمایید شما شروع کنی من دارم میام. اونایی که میخوان منو بخارونن دستا بالا. اونایی که میخوان بخارونمون کجا؟ 100,000 تومان میگیرم مورد خارج قرار میگیرم. شد 150,000 تومان. بیا رفتم آها همین نامرد بود از اون موقع رفت تو سقف ده نامرد زده بود. بیا بالا. رامبو کف پام بابا دیگه تو هم بعد میخواره. این چه خارشی اینقدر جابجا میشه تموم نمیشه. حاج آقا بیو تو چال نه آقا نه عزیزم تموم آقا، کنی بیا شما تو چال. بفرمایید من خودم کمک میکنم. یه حموم داره میخواره. رامبو کفشون بهم میاد خوب شده. خیلی قشنگی. رو پام نشسته. خیلی عالیه. ورنی خریدم ورنی. خیلی قشنگی. قیصری اصله خوبه. آره واقعا عالیه. قشنگه سلامت. میخوای برای تو باشه. نه قربونت. بذار دقیقه در بیارم کوپا. نه نکن. نمیخوای؟ نه قربونت برم. برای تو برازنده است. باش رامبو میگم ما با ای دست اگه یه وقت با محمود نسیمی دعوام شد چطور تا ناف جر بدم برم براش نهایتش ما الان تا ترقوه میتونم جر بدم. چطور تا ناف جر بدم این دستمو چیکار کنم رامبو؟ ببینم اینا اولا چرا قند میخوای حالا محمود نصیری مگه رفیق جونجونیت نیست؟ میگم اگه دعوام شد کم بیارم. چرا باید با رفیق جونجونیت دعوا چه که باید بپری به هم دیگه؟ میگم اگر دعوام شد تا ناف باید جر بدم برم براش. خب پس اصلا یه چیزی به هم بگو نمیگی به من هر چی دارم میگم این چجوری اینجوری شده نمیگی. دعوا کردی؟ تو یعنی به همین سادگی دعوا کردی و انگشت آسیب دیده چه بلایی سر اون آدمه اومده؟ نه آخه این چه کاریه؟ یه لحظه صبر کن این چه کاریه که تو هر دفعه میکنی؟ چرا انقدر اهل دعوا کردنی بافتنی یقه جر دادنی؟ اصلا این بدم هست بابا. دارن بچه ها نشستن اینجا خانواده اینجا نشسته خندوانه رو خانواده نگاه میکنن بچه های مردم نگاه میکنن از تو یاد میگیرن وقتی تو میگی میبافمت نمیدونم تا یقه تا ناف جر میدم. خب اینا چیزایی که بچه هم یاد میگیرن توی نمیدونم دوستاشون اینا این کارا رو میکنن. بده این کار نکن خواهش ازت میکنم. این اخلاقت رو بذار کنار اجازه بده که ما چیزای خوب تو رو ببینیم. این جزء چیزای خیلی بده. حرفات زدی؟ آخه عصبانی میکنی واقعا حالم بد میشه. نه حرفات درسته. یه دقیقه بشین اینجا که هم نفس بکش. یه دقیقه بشین. درست نمیگم؟ بچه ها دارن نگاه اصلا بده دیگه این فرهنگ دعوا کردن چیز غلطیه. نه غلطه. یه دقیقه بشین شما بشین رامبو جان رامبو آرومتری؟ آره بله ما دعوا نکردم کوکا حالا همه حرفات زدی دعوا نکردم رامبو جان کوکا چرا اینجوری شدی؟ نمیخواستم بگم گفتم بندازم تو شوخی اینا رد شه ولی حرفی زدی دیگه نمیتونم نگم رامبو. سی کوکا بگو. ما یه عمو جعفری دارم. خب این عمو جعفر ناشنوا
نه واقعا معذرت حرفات متینه، موی اخلاقای بدم یه موقع عصبی میشم، یه موقع مثلا عصبی میشم از دست خود مثلا همین کتتو میخوام بگیرم یه موقع مثلا میخوام عینکی توی تو صورتت خورد کنم که 2 هفته فقط دنبالت میفهم. اینا میفهمم، این اخلاق درست میفهمم، حرفات درست بود، ولی حالا بالاخره معذرت میخوام که نوکرتم رام بود، معذرت میخوام یه همچین فکر راجع کردم. شاکرتم قربون رام ببخش بود. من واقعا فکرم تو دعوا اینجوری شده. سلامت باش. اصلا اینکه جناب خان انقدر ناز و مهربون و ماهه که دیگه هیچ کسی شکی نداره. سلامت باشی، ولی غمگینش نکن بود. فقط من بذار با تشویقت بکنم، اجازه میدی؟ بله بله، یه دست خواهش میکنم به خاطر روح مهربون جناب خان و اخلاقهای درجه 1 و صمیمانه و عاشقانه و دوستانش یک کف مرتب بزنید برام. خب دست نزن. نمیتونم دست. خب دست نزن وقتی انگشت درد میکنه. میشه دیگه دست نزنی برام؟ آره. دست بزنی برام یه جوری میبافم نتونی رو زانو بری خونه. چشم. سلامت باشی. هر کی دست زد میبافمش امشب. بله آروم حاج آقا. حواسم بود. عزیزم شما هم دست زدید. عزیزم برنامه تموم شد. آقای عزیز، آقای عزیز شده انگشتم برادر من دست بدم یه جوری میبافمت تمام این موهای سفید قشنگ دونه دونه بریزه. شما بفرمایید، خواهشم شما بفرمایید. برمیدارم یه مکینه برمیدارم میافتم تو این موهات یه 4 را میزنم. حاج آقا نباید کار با همو میکردی، بلیت ما باطل کردی رفت. نه معرفت او اجنبی که بلیت گرفت توی هموطن بیش. نه این که اصلا ما آژانس چی میگی؟ نمیدونم دیالوگ حاج کاظم اومد تو سرم یه اخلاقای شبیه مال فیلم آژانس شیشه‌ای؟ چه ربطی الان به الان به حاج آقا چه ربطی داشت؟ نمیدونم حاج آقای او اصلا یه جور شدم. حاج آقا میگه اشکال نداره، بیا نازت کرد. اینقدر مهربونه. حاج آقا این دل مهربونه خجالتم نوکر. حاج آقا میخوامت. حاج آقا منو ببر پیش خودت. حاج آقا حلالم کن. باشه. اجازه بده دستتو ببوسم. حاج آقا اجازه بده پاتو ببوسم. میگن نه عزیزم بسه، بفرمایید شما بفرمایید. اینقدر معذب نکن مهمونو. چشم. حاج آقا حالا که آشنا شدیم یه 150,000 تومان دستی آقا نه عزیزم نه. خواهش میکنم قربون شکلتون نه. مشکلی باشه خودمون حلش میکنیم. گیر مالی کردیم یه 150 تومان دستی تا سر ما. عزیزم آخه دفعه اول کلا 3 دقیقه است داری ایشونو میبینی. حاج آقا خجالت بکش، این خصته. خب این پول میخوای با خودت به کجا ببری؟ تو زندگی یه کار خیری بکن. میگن داشتم تقدیم میکردم. خود داشته تقدیم میکرده رام بود، برای چی دخالت میکنی تو کار ما؟ من اجازه نمیدم شما مهمونی که میاد مثلا یه ساعت تو خندوانه بشینه بخوای این کارا رو باش حاج آقا با این سن و سالت از این مرد تو حساب میبری؟ این اندازه یه بچه 5 ساله یه تش نگاش کنی بالا پایین میپره. خلاص من خواهشم اینه که شما پشتتون رو بکنین بهش. پشت نمیشه. حاج آقا 16 رقمی کارتون میفرستم بعد کارت به کارت کن. دست در نکنه. بفرم. شما اسمتون چیه؟ منوچهر. آقای منوچهر بفرمایید. منوچهر جان یه میس بنداز بعدم. میس بنداز همون منوچهر سیوت میکنم که شب با هم بریم تو باجه همونجا بگیر باجه بهم بده 150. سلامت باش. جان منو نگاه کن. نگاه کن. تو لنگ 150,000 تومانی. بعد رام که به غریبه باید رو بندازی. نه همین 150 تومن ها رو جمع میکنم ثروتمو بیشتر و بیشتر میکنم. خوبه رام بود؟ تکنیکم خوبه؟ خب کلاهبرداریه که میدونم کلاهبرداریه. آره این رسما کلاهبرداریه. میدونم بگیرن پدرمو در میارن چوب تو پاچم میکنم. میدونم ولی هنوز گیر نیفتادم رام بود. هنوز که هنوزه گیره برادران تلاشگر نیروی انتظامی نیفتاد. خب دیوانه به راحتی میافتی، به زودی میافتی اگه بخوای. آره میافتم. آره صورت حاج آقا نقد بهم بده، چون اگه بانکی بریزی اینا ردش میگیرن پدرمو در میارن. نقد بهم بده. اصلا گوشا نمیاد. منوچهر جان حالا که داری میریزی ول کن. 500,000 تومان بریز. دیگه جناب خان من جان تو رو خدا نکن آبرومون رو نبر. آبرومون میره اینجوری. رام بود او حاج خانومه او ته نشسته
او خیلی آدم دست و دل بازیه، بهم نزدیکش کو برم تو حسابش پول بگیرم ازش. بری ازش پول بگیری؟ آره. چته؟ چرا اینقدر حریص شدی؟ اصلا این پولا رو میخوای چیکار کنی؟ باشگاه به اون گندگی داری؟ پول میدونم پول. جان آقای شاه حسینی جان به نظرم به جای همه این چیزا طناب بیار به جای این داروها. باید ببندمت. والله و شاه حسینی یلا و شاه حسینی مال بو شریم شاه حسینی یلا مال بو شریم شاه حسینی سر در بلندتره سر در بلندتره سر در بلندتره و سر در بلندتره بدون مادتون ننازینی که عروس قشنگتره سر ما سنگینتره سفره ما رنگینتره سر ما سنگینتره و سفره ما رنگینتره بدون مادتون ننازینی که عروس قشنگتره بدون مادتون ننازینی که عروس قشنگتره. باریکلا پسر. نزن دست نزن. رامبو جان کلات در بیار، بندری زدم نفری 50,000 تومن جمع کن. جان صورت بندری زدم با این دست مصدوم. منوچهر جان شما 50 رو 150 میشه 200. حساب شما کم بیشتره. منوچی بالا جان. آقا به نظرم بریم بیایم. ما امروز مسابقه داریم. بریم مسابقه ببینیم تو آبری منو داری میبری. رامبو بفرمایید. ما برم عمل کنم دستم. میترسم انگشتم بزنه به کبدم. رامبو نمیزنه. به اصناع شرم نمیزنه. نه. کلیوی هم نمیزنه. رامبو به کجام میزنه؟ انگشتم به کجام میزنه رامبو؟ همون جایی که هستش دیگه، همون جاست. همون جایی که دلبرخانه داره. جان عجب کتی پوشیدی رامبو، خیلی خوب کتی پوشیدی امشب. راجع به اسنووا اینو بگم که شما میتونین تا سقف 50 میلیون تومن از اسنووا خرید بکنید، از لوازم خونگی اسنووا، و 36 ماهه پرداخت بکنید. و نکته بسیار مهمش هم اینه که 1 ریال هم لازم نیست پیش پرداخت بدید. یعنی برین خریدتون رو بکنید تا سقف 50 تومن 36 ماه پرداخت بکنید. 500 تا فروشگاه اختصاصی داره که میتونین ازش هم اطلاعات بگیرین هم خرید کنین. منوچهر برنامه فردا صبح چطوره منوچهر؟ چیکار کنم؟ گفتم خالی هستی بیرون که با هم قدم بزنیم بدمینتون بازی کنیم اینا. چطوره؟ باشه منوچهر الان اوضاع مالی تو اینا چطور؟ مثلا سرمایه گذاری بخوای بکنی منوچهر خان شما مثل که همچین بدت نمیاد. من میخوام نجاتت بدم از دست مقاصد ناخوشایند ایشون. شما یه دم میدی بهش. آقا شما هم یخچال استومایناتو بگو ما منوچهر دارم سرمایه گذار. منوچهر بکن هر کار دوست داری. منوچهر رو لبو بخی سرمایه الان چطور اوضاعت ها؟ رو لبو میخوای سرمایه گذاری بگیری؟ سرمایه گذار. آقا بریم دیوونه شدم. به من چه؟ خودتون میدونی خودتون. خونت بفروش. خودتون هر کار دوست دارین بکنین. بریم اونجا رو به اونجا. 1 2 3 خب بگو. 2 کلمه است. کلمه اول فرفریه. چی؟ فرفری نرمه. فرفری درشت. فرفری بلند، فرفری بزرگ. چیه این؟ ای بابا بگو دیگه، ادابازیه. خانم ها و آقایان، شب دوم مسابقه ادابازی در مرحله نیمه نهایی که فردا شب برنده دیشب با برنده امشب فینال و یا نهایی رو با هم دیگه برگزار میکنن. ببینیم کی اول میشه. و این خبر قشنگ رو بدم بهتون و این معرفی لذت بخش خدمتون تقدیم بکنم که اون خوشگله که دیشب نبود الان هست. مهران غفوریان. خیلی ممنون شد. ما دیشب اعلام کردیم که تو داری کار درمانی روی کمرت انجام میدی. بگو چطور اوضاع؟ خوبم الحمدلله. چی بوده قضیه؟ چون تو پاتو که عمل کردی گفتی خوبم، ولی الان در چه ناحیه‌ای داری درمان میگیری؟
L1 و L4 دو تا از مهرهای کمرمن که یه خورده حرکت کردن و یه خورده دیسکم زده بیرون و الان دارم بهتری؟ آره خدا رو شکر 2 روزه میتونم راه برم. خدا رو شکر. آره دیگه. و دکترت میگفتی خیلی داره خوب روی کمر. آره خیلی ممنونم ازشون. من واقعا 2 روز پیش اصلا نمیتونستم از راه همچین دکتر حاضری تشکر کنه اسمشونو بگو. آقای دکتر دواچی خیلی ازتون ممنونم که 2 روز حالم خوبه. دخترم تو بالکن متوجه نمیشه باباش داره داد میزنه از درد زیاد. افتخار آقای دکتر دست بزن. اصولاً و تو این شرایط یه درخواستی از داور مسابقه میتونم همین اول داشته باشم که به دلیل اینکه خب نه. منو نه دیگه چون میدونم چی میخوای بگی. نه نه یعنی منو داری خب دعوت میکنی به کارهای ناپسند. نه آقای جوان میشه بیام کنارتون خواهش چون داشت سوء تفاهم پیش می اومد. بله. مثلا به این دلیل که کمر من درد میکنه برای ما هیچ چیز خاصی قائل نشید که بخوایم تفاوت کنیم با کسای دیگه. بله ولی اگر دو ممنونم. امتیاز جلو بیفتی میگم ممنونم که اینقدر بزرگواری راسخ حواستون و- هست که باید برابر برگزار بشه بله. مسابقه. ولی به هر حال هر انسانی درونش یک چیزهایی هست که بدهکار خودش نباید باشه. من حرف دیگه ندارم. یه داورم میتونه اینجوری باشه. بله درست میگی. اینم در یعنی چون درد داری و کمر درد داری یه 2 امتیاز بهتون بدیم. یا اونا عقب بیفتن خودمون که شما خلاف نکرده باشید. جوایزتون رو بگم. جوایزی که گروهی که به فینال میره فردا شب، دیشب گروه قد بلندهای 1050 بردن بازی رو اسم از گروهش. گربه های حیرت انگیز که میشه شهاب عباسی و آرش زلیپور رفتن مرحله بعد. اینا قد بلندای چی بودن؟ 1050. آرش زلیپور. اول اسم گروهتون رو بگین. اونا اول بگین. شاد. میشه اسم گروهمون رو نشون بدیم؟ بله. خواهش میکنم. کی. بله به معنی کدو. یک بخش مهمی از فرهنگ مازندرانیه. کاربردش چیه؟ چه این الان تقلب کاربرد نیست خوراکی رازی است داره که صرف. بین ما و فلان داره. اگه متوجه شدیم تو بازیشون داره تاثیر عجیبی میذاره. بله از جلوشو کجا میگیریم. بتونیم متوجه شیم وقتی یه رازه آقای جوان؟ میشه از همینجا رازی جلوشو نداشته بگیریم. باشیم از رازشو برملا کنیم. این یکی از خوراکی های محبوب مردم مازندران. نه، اینجا اصلا این سنت راز هاست. نه این نیست. نه سر چون- کارمون اون نذار داداش. یکی از واژگان چون ربطی به پرکاربرده. مازندران نداره. همه این کدو رو میل میکنن. میخورن بله. نه این تو نه مازندران ببین مثلا فقط. فرض کن شما آذری ها چای میل میکنید مثل اینکه همه مردم ایران چای میل میکنن. ولی راز نیست. ولی در مورد ما آذری ها چای یک خیلی برای تفاوت خودش دیگه. معانی داره. زنده باد. اینم همونطوره برای مازندرانی ها. خیلی اهمیت داره. بله کی بله. چجوری بنویسیم؟ کاف 2 تا یه یا کاف همزه یه. کی. من ترجیح میدم 2 تا یه برم. بله بله. کی. خیلی خوب. منم همون ترجیح میدم. اسم گروه شما چیه؟ بفرمایید. شاهانا. شاهانا. شما بگین چرا؟ دلیلشو بگین. شاهین و بله هانا. به خاطر شاهانا. شاهان خانه ایشون و هانا خانم من. اوه چه قشنگ. بابا. چه به قشنگ. افتخاره. افتخار دوتا. ای قربون دوتاشون برم من. آره. پسر آرش اسمش شاهانه. بله. دختر مهران اسمش هاناست. پس اسمش شد شاهانا. بله. گروه شاهانا. دو تا پدریم. دو تا پدر. کی. بله تو هم پدری؟ منم پدرم. آره تو هنوز نیست. من پسرم. نه یعنی پدر. راست میگه اون پسر و شوهر. میخوای از گروه اون بیای بچه بیرون با جایزاتون اسم بگم خیلی داره سه تا طول بازی میکشه. کنیم. مسابقه رو در فینالو کسی گروهی که اول میشه رو بیمه ما که یکی از اسپانسرهای خندوان است در این فصل جایزش رو بیمه ما میده به هر نفر گروه، به هر کدومشون این مجموعه رو میده. بیمه درمان تکمیلی تا سقف 700 میلیون ریال، بله. بیمه آتش سوزی منازل مسکونی تا 15 میلیارد ریال، بیمه چقدر بیمه میشه یعنی 1 میلیارد و نیم.
نه پولشو نمیدن. پولو که مهران نمیده جان. که. بیمه آتیش است. بگیریم بعد. آها به عنوان خسارت آتش سوزی خدایی نکرده میده. خدا نمیگن نکنه. آتیش نگیریم. نه خب بیمه حوادث تا سقف 500 میلیون ریال یعنی 50 میلیون تومان. حالا نکته جالب اینجاست، در صورتی که هر گروه ببره هم خودش این اگه پکیج حادثه رو- خبر نکنه چی؟ اونم چیزی میدن؟ در این صورت آره دیگه. بله. آره. هم خودش میگیره هم هر نفر میتونه یک نفر دیگر رو هم معرفی کنه که این پکیج به اون هم برسه. مثلا از خانواده‌تون میتونی یه نفر وای انتخاب 2 تا بکنی. آتیش بگیرن 3 میلیارد. خرجش یه پیت بنزینه. موافقم مهران. آقا خدا نکنه چرا افتادین به حساب کتاب اینجوری؟ خدا خب نکنه. جایزتون سخته. حتی ما آتیش بگیریم پول بگیریم. هم پول بدیم ببریم هم دیگه. آتیش نه بگیریم. خیلی خوبه که بیمه میشین. به علاوه این که تا مدت 1 سال این بیمه در اختیارتون، از اونجا به بعد بخواین که توصیه میکنم بخواین خودتون ادامش بدین. تا 1 سال وقت داری آتیش بگیری. بیمه ما تصمیم گرفته جذب نیرو بکنه و در تهران، در شهرستان‌ها و مخصوصا در روستاها و این خیلی باحاله. گروهی که 3 امتیاز گرفت میتونه اعلام بکنه خودش بازی رو شروع کنه یا رقیب. آماده؟ سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، 1 سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، 2 سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ بده تموم 4 تا شد. دیگه سه تا. دیگه. کی شروع میکنه؟ الان مشورت خودمون. خودمون خودتون شروع میکنید من اجرا. و تو اجرا میکنی. آره. بیا به افتخار گروه شاهانا. چی برمیداری چند امتیازی؟ 3 امتیازی ورزش موافقی بریم؟ آره 1 2 3 حتما معنیش این استش که تعداد کلماتش باید بیشتر شه وقتی امتیاز سخت‌تره. سخت‌تره. ممکنه در این شما یه دونه 1 کلمه‌ای ببینین، دو بردارم. اینجا یه 2 کلمه‌ای ببینین. من فکر میکنم 2 دوست داری 2 برم. برو بریم. خودم بردارم. آره بفهم. وایسا. لطفا مراقب کمرت هم باش خیلی هم سخت میشه. چون برای اینش احتمالاً آره. باید. بریم. 1 2 3 برو. ورزش‌های برفی اسکی مارپیچ اسکی مارپیچ آفرین. آرش بیا. کاش که 3 لطفا کامل آفرین. بگین، یعنی تیکه اسکی. تیکه حدس میزنین یه دور کاملش رو بعد بگین. من هر موقع اینجوری شد اینجوریش میکنم. زمان سه هیچ از ما ذخیره‌شون چقدر شد خانم؟ 48 ثانیه 48 ثانیه. 2 امتیاز اسکی مارپیچ. اون 3 امتیاز نمیده به خاطر اسم گروهمون 3 امتیاز. 48 ثانیه ذخیره کردیم. ما خیلی داشتیم صحبت ممنون. یعنی یه می‌کردیم. امتیازم گرفتیم. بله. 3 امتیاز گرفتیم. گروه کی 48 لطفا. ثانیه بله. ذخیره کردیم. افتخار گروه کی. سینما تلویزیون 2 امتیاز. ما همه چیمون رو مثل ساعت برنامه ریزی کردیم. چشو زدی و وای چه برنامه ریزی کردن. بگیم چش بخور. وای چقدر برنامه ریزی. خیلی خوبه وای چه برنامه ریزی کردن. آماده؟ وای چقدر برنامه ریزیشون دقیقه. میخوام چش شدن. بخورم. آماده 1 2 خوشتیپی 3 برو. تلویزیون تیکه تیکه مدرسه این چیه؟ ترمز دستیه؟ زنگ مدرسه است؟ طول پشتی؟ چمدون؟ ساک کوچیک؟ کیف مدرسه. خب کیف، فقط کیف. خب تلویزیون کیف. خیلی قدیمی. زبون خارجی تو سریال بوده، یه سریال تلویزیونی. کیف انگلیسی. آفرین. کت جادویی هم داره انگلیسی. کت جادویی بود اون کت جادویی بود. من دوستاتون میگم کیف مرسی. کیف بردیم؟ چقدر شد دست زمان ذخیره نه دست دادیم. 12 است. فکر کنم ما 3 اونا 2 چون زمانش رفت زمان ذخیره
12 ثانیه. 3 بردار یا چند رو می‌خوای؟ من زیاد حساب نکن ها. خب دیگه 2 کمتر بر نده. فقط میدونی چه جوری یادم بندازی دیگه آره که چیه؟ یه چیزایی یادمه. سینما چه جوری آره. فلان چه جوری. اوف میخوای 2 بردار. میشه؟ نه بله تموم این شد. یعنی چی؟ اسم یه فیلم. شما گفتی خب یه خورده آگاهش کنی. آماده 3 2 1 برو. فیلمه، اسم فیلمه بیا. بازی کن. دعا میکنه خدا، آسمان شیرمونی. رنگ خدا، رنگ آسمان. آسمان آسمونه محبوب نه آبی؟ نه آسمونه محکمه. این چیه؟ فوتبال. بگو. آسمون قرمز آسمون قرمز، نه آسمون سرخ زرد، تموم شد. آسمون زرد، کم عمق آسمان زرد کم عمق مهران آسمون زرد کم عمق نه آبی، کم عمق بابا. آسمون تمام عالی داشت میگو. بگو دیگه. چی؟ آسمان زرد کم عمق. چرا؟ خیلی سخت بود. نه بابا ولی فیلم خوب اسم داشت فیلم میگفت. آشنایی خیلی خوب داشت میگفت. نه ولی سخت زرد و عالی گفت. بله بله. بله. آقای غفوریان قشنگ. خودمو داشتم تنبیه می‌کردم. چرا نمیذاری؟ ورزشی 3 امتیازی. ورزشی 3 امتیازی. امیرعلی جان. بله فقط خیلی آقا من فکر موزیک می‌کردم میشنوی میبره صحبت. آدمو. یعنی ببین انگاری همه چی آماده است، یه گفتی شلیک تو کله آسمان. آدم میشه. راحت به من بزن. خوب میگفتی. من نباید میگفتم اصلا. ولی امیرعلی تو دیگه صداش افتادی به کم. گفتن میداشتی بهش میگفتی بگو آسمان زرد کم عمق. آره اذیتم کرد. من نه، تو باید خدا. تو از اجرات میفهمیدم. ورزش 3 امتیازی. آقا دارن- ورزش 3 حرف امتیازی. نزدم. آقا داره 1 لب 2 می‌زنه. 3 برو. فوتبال گل هتریک آفرین. آخه هتریک. چقدر قشنگ بازی کردم. عالی 48 ثانیه. اون آسمان زرد من الان آقا تکرارش هم نمی‌کنم. اسکی مارپیچ. بابا کمرش بیام. درد میکنه. مارپیچ چجوری میگفت؟ نتونست بگه. ورزش 3 امتیازی. اه. ای خدا دپارتمان داوری لوکزامبورگ 3 2 1 برو. سرود ملی. تیم ملی سرود ملی. نه یک دست تو ایران. خدمت شاکریم. مخلصم. قربونه. ورزشی. خب ورزشی. احترام. قلب در. سنتور میزنه. هیچی. بگو اینجوری فوتباله. کن مهران، اینجوری تو کن. فوتبال. خب همه با هم تیم ملی احترام. مخلصی. تو بابایی. تماشاچی تشکر. خب آها. بسکتبال. خیلی ممنون. متشکر. تو پا میگی بله. کلمه. خب یه توپه شوت میکنی. خب چجوری با پا میگی؟ توپ بلند شد. شما. تمام. خب تماشاچی ها. تمام. توجیهش باید بکنیم که ورزشی یعنی دیگه فقط ورزشی. چیه؟ تیم ملی امید. تیم ملی ملی رو گفتی ملی رو اول. گفتی. آخه اینجوری میکردی. آها. میگفتی آها، آره. نفهمید. نه اینجوری کردم نه. بعد نفهمید. اینجوری. آقا بذارین ولی ویدیو چک. آقا مهران اینجوری میکردی من ملی رو دیگه تا تم اصلا میرفتم تیم ملی از نونهالان بهت میگم. البته تیم امیدش ملی هم خودش امید یک داستانی تیم ملیشو داشت. گفتی امیدش رو در عالی می‌آورد. بود. نه چی؟ تیم امیدش ملی هم رو میگم البته گفتم خودش اینجوری آره. میکردی من خب. تا تش میرفت. مایی میگفتی آره. تیمش نه، میکردم من من نه. داشتم تیم نه میکردم. اون تیم من ملی رو برم گفتم الان بعد اما اینجوری که میکردی من نگردش میموندم. دارم. آره
عزیزان می‌خوای دارید یه عقب ورزشی میافتید به دو شکل نه جدی. نه 442 داریم مثلا. نه آره 4-4-2 442 در میشه 10. آره، فوتبال 10. داریم. ما چی کار باید بکنیم با همونی که تو فیلم بود. نمیخواد. آره آره. بلش کن آقا. گردشگری خیلی اینا گردشگری با هم دو؟ چیز آره دارن. دیگه من گردشگری بلدم دیگه. از این بعد هم یه کلمه چی؟ داری میشنوی چی؟ داری میشنوی بله بله بله. آره دیدی الان بلند کرد. بله. خیلی هم عالی. ما دیگه مجبور نیستیم. گردشگری 2 امتیازی آماده. 1 2 3 برو. داخلیه. قلعه. منار جنبون. بله آفرین. بابا ما خیلی باحالیم. زمانش هم مون. منار جنبان. زمان شما ذخیره. میگی؟ من باید برم 50 عدد ثانیه. باریکلا. 3 رو نمیتونیم دوباره برداریم سینما و تلویزیون. 1 و 2 خوراکی میتونیم برداریم. غذاست. آره غذای قدیمه یا آره. الانه آه راحت یا- باش. نه نه، بگو. نه چی؟ بگو. نه میگم یا قدیمی یا الانه باشه. یا نه فرنگیه چیزای قدیم و همونه که آقا ما خوراکی 3 برمیداریم نوش جونت. ما به کمر باختیم. آره نباختیم اوکی میبریم کجا میری؟ تو میتونی آرش. تمرکز کن. میشه دستم باشه یا آره. دستت نیست که تو جیبت. میخوای آرش میتونی واقعا. خودشو بهت بدم. پاکتشو بده که وقتتون آره نگیره. آره ممنونم آرش برانی کلمه میتونی. است. نه میتونی. آره همش آماده. 1 2 3 برو. غذاست. اسکی. این چیه؟ شیره. شیر برنج. لب زدی. شیره. شیره چی؟ اسکی مارپی. آرش بهش بگو چند کلمه. چیه؟ آقا نگو. خوردنیه. خب غذاست دیگه. نه چیه؟ بازیش کن. اون چیه؟ چیه؟ این شیر دوشیدنه. خب میخوری؟ خب خوردنیه دیگه. سفت باید بخوری. سفته. شیر. شیر چی؟ قربونت برم هول شیر شدی. داره. شیر برنج. نه. شیر برنج. آرش بهش بگو چند کلمه. ماهیه. وای اصلا نمیشه چیه؟ ماست و بادمجون. بادمجون رو نشون میدادی. بادم چیه نشون میدادم بادمجون. این میفهمی آقا بادمجون. این میفهمی بادمجونه ماست و بادمجون. آرش جان آرش تو چرا از گاوه شروع کردی خب ماستو؟ شیره مثلا یعنی ماست. بعد شیر رو که با قاشق نمیخورن او شاید خوردیم. شاید شرایط جور شد خورد. نه بعد دارم فکر میکنم چطور میتونستی بگی آره. ماست و خیار رو آقا میرفتی. آقا ماست و خیارشو بادمجون حذف شما می‌کردی. چجوری میگفتی؟ به نه راحتی. ماست بر- خیار بگم رو که لو میرفت. ماست- آقا بادمجون. ماست و ماست. بادمجون خیارم نبود آخه ماست. ماست رو میگفتی ماست بادمجون نیست. چی میگفتن؟ ماست. 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 ماست و منم. بادمجون. منم. شیره نه، کارمون تو خراب منو کرد. گفتی. ماست و گفتی چی الان ماست من. میرسه؟ چی آره، چی ماست. میخوای مشاهیر؟ راست میگی. مشاهیر؟ ماست بریم. بعد مشاهیر شیر 2 خیلی یا ناخوندی. ورزشی؟ ورزشی ورزشی 3. چند میشه می‌دونی؟ بهتر الان رام بود ما میتونیم آه. یه پیشنهادی داره آرش میگه ما ترک زمین کنیم 3-0 میشه نه، الان نه آقا 5-0. چی ترک الان زمین؟ پنجی چی میشه؟ نه آرش، تو آقا 2 آماده مرحله بودی. بعد داریم. فقط مهران کمرش درد میکنه. آقا تو میرم خوبی. دو مرحله دیگه میبرم فقط چرا ماستو از گاو شروع آقا کردی؟ شما ماست آقا خواهش تو می‌کنم. ماست رو از ماست کجا الان- شروع میکنی؟ بابا ماست. ما ماست رو آه، شروع ماست. نمی‌کنیم. ما ماست ماست. رو تموم می‌کنیم. این ما بادمجونشه. بیا بیا این بیا نه بادم- بیا ماست رو الان بازی کن بیا تو من- بازه قدرت نه نداره. نه نه نمیشه. خیلی ساده است. آماده. ایرانیه. ایرانی. اسم و فامیلیشه. فوتبالیسته. طلا. پاطلا. علی دایی. همایون بهزادی. قدیمیه. معاصر. علی کریمی. آفرین. جادوگره. باشه. منی که فوتبالی نیستم میدونم علی کریمی معروفه به جادوگر. آره ولی جادو میکردم برات.
خودم موقع پیش آره کردم. مجیک همایون ورزشی واسه ما بهزادی اومده بود. سرطلا بود. بیا. تیم ملی امید. عالی بود عزیزم. زمان ما ذخیره؟ بردیم. ریلکس 37 ثانیه. 2 امتیازی بود؟ بله. چجوری فهمیدی ولی؟ بله داریم. ورزشی بردارم؟ ورزشی نه یا سینما و تلویزیون الان باید میخواد؟ 3 برداریم آقا. شما سه الان شیش هم ورزشی برداری، فایده برداشتیم، نداره. سینما و تلویزیون برداشتیم، خوراکی خوراکی. برداشتیم. من میخوام به پیشنهاد رامبد گوش بدم، میگه 3 هم میتونی بر نداری. خب 2 درسته؟ بر. اگه بله. باستیم با تو من به جای شما بودم 3 میخواین امتیازی 2 بر نمی‌داشتم. ورزشی برداریم. 2 ورزشی، آره. سینما و تلویزیون دو نمیخوای؟ ورزشی برداشتم. 2 2 ورزشی برداشتیم. برداشتیم. 2 سینما و تلویزیون میتونیم برداریم؟ بریم. بله آره. آره که خب ورزشی بهتر نی؟ آقا 1 ورزشی، نه 2 نه. ورزشی. آقا، آه 2 خوراکی برداشتی چند 3 رفتیم؟ ورزشی. آقا سه مهران هم خوراکی برداشتن. چند خب رفتیم؟ پس هم سه. میخوای خوراکی 2 بر. باشه. سینما تو شما میخوای بگی حدس بزنی، بهتره. تو بگو. ماست تو چرا از آخه گاف اه. شروع کردی آخه؟ این الان رامبو جان دور 5 بود یا دور 4 بود؟ اینی بچه دور آخرشونه. دور آخر. شما هم یه دور دیگه دارید. بله. چرا انقدر محکم؟ خوب دقت کن. دقت کن. اصلا از گاوه شاکی. اینه ها، اوکی خوراکی. چیز دیگه آماده 1 2 3 برو. یه چیز خوردنیه، شله آبکیه، خوردنی. چی آقا؟ ماست، سوپ، بادم جون. دسر، پیش غذاست. برنج، 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 پلو. برنج و لپه، برنج و لوبیا، برنج و نخود، آشخور، جناب سروان برنج و پلو، عدس پلو. برنج و آش، برنج و بابا عدس پلو. برنج و نخود، برنج و عدس، برنج و عدسی، برنج و عدس، نه. برنج و عدس، عدس، عدس عدس پلو. پلو. عدس برنج پلو. و عدس کرده. عدس برنج پلو. و عدسی، عدسی برنج، عدس پلو. برنج، عدس پلو. ای بابا. بمیر عدس پلو. عدس پلو. برنج و عدس چیه؟ عدس و برنج، برنج و عدس. وای. بعد مگه عدسی میشه هم پلو چیزی؟ چیه؟ خوراکی برو 100% غذاست. عدس و برنج. برام برنج عدسی چی بود؟ ببخشید. نه میدونم، متوجه شدم. نه با اشکال نداره، بازی هول دیگه. کردم باید بازی ببخشید. کنم. عدس پلو. آرش آره. چیزی از چشماش ار... زده بود بیرون نه می‌خواست. نه همه آقای دونه جوان، دونه من داشت چیزی میگفت. می‌تونم هممون بگم. داشت مواد زده. لازم برای تهیه عدس پلو رو میگفت. مهران من یه چیزی بگم آرش جان، من آبی پوشیدم به احترام تو و استقلال. قربونت برم. ممنون استقلالیای میشم. دستی بزنن حداقل من این حرفو زدم. آقا مهران هیچی از ارزش‌های تو کم نمیشه. واقعا. ولی عدس پلو گاوه رو- به نظرم آقا من عذر. نه ما بابا پنجم خواهش می‌گیم. میکنم. خوراکی 100% خوردنیه. الو خانم آقا سلام شاه امشب میشه عدسی پلو درست چرا وای راست میگی. شاهان عدسی پلو دوست داره نه عدس نه برنج. عدسی پلو رو نگو. پلو نمیگفت. یه پلو دونه نمیگفت. عدسی پلو هم عدس- گفت. برنج و عدس. عدسی عدس و برنج. کاش که خوراکی پلو رو برداریم. اینجوری می‌کردی. گفتی به این فکر برنج نکرده اینجوریش بودم. کردم. بخوای خوراکی آفرین. برو راحت دیگه باید دمش ریلکس. می‌کردم اون. دو. ولی برنج رو پاک کردم زود گفت. دیگه گفت. برنج رو از پاک کردن گفت. به چشم پلو ما نرسید. تسلط ترکیب کامل. نمیکرد، امیر جدا علی. نگر میداشت. میگم دستور آخه پختش عدس بوده. پلو من دستور دوست ندارم. دوستان چی شد به عزیزم؟ سربازی هم رفتم میدن. تو گفتی دیگه. آشخور رو خوب رفتم. گفتی. خوراکی 2 آره. امتیازی. آشو خوب گفتی. تا سربازی رفتم آخه عدس کلن زیاد میدن تو سربازی. من نرفتم آخه. نخوردم. خوراکی ببخش، 2 آقا. امتیازی. آماده آقا مهران، واقعا. 1 2 3 برو. دو کلمه است. هندونه تخم هندونه آفرین. همین شما نه به من در حق خودتون جفا کردین منو زودتر نیوردین لامصب یه دونه خطا نداره خیلی سخت بود آخه. همه رو گفتین؟ همه رو زمانش زدن. مال ما 48 نمیشه در ثانیه. گوشمون بگیم.
میشه تو جمع برات نگه SMS میکنم. دست در نقطه بذار جای هر چرا نمیخندی؟ ها؟ ما اولین بار با هم تجربه بازی داریم عالیه. ببین به نظرم میرسه شما اولین بار زن همدیگه و رو شوهر دعوا دیدین. کنن ابلهان باور کنن نمیدونم میگم به نظرم میرسه اولین بار همدیگه رو دیدین اصلا. به نظر میرسه اولین بارشه که آقا ما عدس شاهین، پلو خیلی سخت بود مال ما. عدس پلو واقعا سخت بود. بچه‌ها عدد خانم کلو قبول امیرسایی دارن زماناتون رو محاسبه میکنن حالا که ما رو نگید گروه کی 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 گروه کی 5 اجراش رو همش رو گفت 4 تا 2 امتیازی اجرا کردید بله. یه 3 امتیازی بله. که میشه 15 امتیاز. محسن بله دیگه نه نه دیگه، ببخشید اشتراک معذرت 11 میشه 11 امتیاز 195 ثانیه هم ذخیره کرده بودن که میشه 6 تجربه الان امتیاز. داری پیدا 11 و می‌کنی. 6 17 امتیاز به افتخارشون. هنوز نگفته ما رو میخوای بگی واقعا چیکار کنم مجبورم بگو 3 شما از مجموع اجراهاتون یه 2 امتیازی دارید و 48 ثانیه که به تبع میشه 3 امتیاز بله بازم خوبه. به افتخارشون. و نگفته هامونو بگو حداقل یه چیزی در مورد ما بیشتر گفته آسمان زرد کم عمق 3 امتیازی رو نگفتین، تیم ملی امید 3 امتیازی نگفتین، ماست بادمجون 3 امتیازی نگفتید، عدس پلوی 2 امتیازی رو هم ولی نگفتید. تلاششون رو یک به ولی بالا فقط بود عدس 3 تا پلو رو. 3 نگفتن یه دونه 2 این خودش بله. خیلی گنده است آره ببین. برای فینال داریم آره، می‌گیم. قدیم بسیار عالی. بریم اوکی. برای مرحله بعدی مسابقمون که مرحله لباس بادیه. بریم رو به اونجا. 1 2 3 آقا ما مسابقه نمی‌کنیم. چرا؟ نه اینایی که این می‌بازن قرارمون نه اشکال نداره بگید داور بازی واقعا این راست میگه این قراره چی شده؟ خب من آخه همش حواسم به این نیست که آرش تا حالا این بازی رو نکرده نه یه حواسم اولیه نیست کاش که اینجوری می‌کردی. ببین کن این بعد این کارو می‌کنی. ولی عدس پلو خیلی از این به بعد این کارو میکنی اینی که میگم میگی 3 کلمه این میشه 1 کلمه این میشه 3 کلمه این چسبیده به همش میشه عدس پلو فهمیدی میشه عدس پلو خب ولی اینجوری که هم تو میگی 2 کلمه است خب میگم اولی یا میگی دومی کاش که این کارو میکنی تو این حتی با مرحله هم یعنی می‌کنی. چیزم نداشت کد هم نذاشته بودید هنوز نه چرا یه کد مثلا قدیم کد و قدیم. جدید و این جدید. ولی خیلی آرش ساده. تجربهش کمه یک دو تا هم سخت برداشتیم آره. واقعا یک با آسمان ماست و زرد. بادمجون سخته من 10 دقیقه باهاش فکر کردم بادمجون رو از اینجا تونستم بگم که بادمجون میکاره زیر چشم تازه اونم معلوم نیست بگیره یا نه مثلا ولی ادامه داره 2 مرحله دیگه آره یعنی به این زودی تموم نمیشه نه اصلا ولی داور خیلی سر نقاشی ها که شما دیگه استاد انشالله داور دعا خیلی کنیم برامون بله. همین نباختیم منو تیمایی که می‌بازن دارن ولی اسممون برنده است آره میگه میگه داور تیمایی که بعد مسابقه ما می‌کنن، خیلی داوری خوب خیلی داور بد بود. خیلی امروز روز خوبی نبود واسه روز خوبی برای تیمایی که داوری. می‌بازن همه میندازن تاثیر داور خب تو برو این قضیه داور اصلا خوب نبود امروز زمینش مناسب نبود بعد ما اینجا مهمان بودیم زمین ما نبود اصلا ما مصدوم داشتیم بازیکن مصدوم داشتیم ما واقعا نداشت سری داشت آره خیلی ممنون همین این داوری بود که دیدید دیگه همین الان گفت به چیز ادامه بدید خب ایشون همونجا تو داوریش هم خب ما رو خیلی اذیت کردن خب یه خورده به هم ریختیم یه خورده تمرکزمون به هم ریخت از این مربیایی میشد آقای غفوری ها ببخشید. قدری قوی نمیاد؟ نبودن ما ضعیف آفرین چرا ما رو الان این آوردین خوب بود. اینجا این خیلی ما خوب جا بود. بدیه؟ شما قدردانی کنیم به خاطر اینکه میگم آقا یه بچه ها جمله گفت قدری ما قوی حواسمون نبودن نبود. ما ضعیف نه بودیم ما میخوایم از شما قدردانی کنیم که لطف کردین جوری بازی کردین که ما ببازیم قرارمون همین بود ما باختیم دیگه برای اون پوله چطور بود؟ تا اینجا که خوب بود ولی من چون تجربه یه بار باخت این شکلی اتفاقا به مهران غفوریان رو دارم ما منم یه داشتم بار به با همون سپند، فکر می‌کردم. آره ما 23 ببین امتیاز من جلو بودیم. قویاً به شما میگم و به شما میگم
هیچ کسی نمیتونه ما رو ببره. نه شاهین یه چیزی نه، بگم. آقا. گوش کن این خاطره رو. قوی‌تر اون موقع من نبودم. اوه. ببین من دارم با تو رو راست صحبت. چرا جدی؟ نه ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم واقعا که بتونیم ببریم. اگر بردیم دممون گرم. نه حالا یه دقیقه اینجا رو گوش کن. اگر شاهین. نبردیم جام اخلاق که بهمون میرسه. بله صد به شما که 100% وسط برم. برای مرحله بعد برنامه‌تون چیه؟ میخوایم که ان نه کدی چیزی اینا. کد چیه؟ ما رو هنر خودمون داریم. آره منم باور کردم. مرسی ازتون بچه. ممنونم. متشکرم. دمتون گرم. بفرمایید. اونوری از این ور بفرمایید. خواهش میکنم. اینا قدرن مثل این که اصلا دیدی چه جوری پر وایسادن که بابا ما همه رو میبریم و اینا. ببینیم مرحله بعد چی میشه. نمیدونم راجبشون چی بگم. اینجوریان مسلط به اوضاع. بگو پرنده است. مرغی که این منور نگاه میکنه مرغ دیگه. آها مرغ تخم‌دار. خانم‌ها و آقایان وارد مرحله دوم مسابقه امشب میشیم بین دو گروه کی و گروه شاهانا. یه دونه باشیم ما دوتا. فعلا هر کدومتون 3-4 تاییم. ما دنبال امتیاز کم کردن از اوناییم، نه امتیاز آوردن خودمون. رکورددار کمترین امتیاز خندوانه. بهت میگم دم هواکشه. نه عزیزم شما چون در مرحله قبل امتیاز بیشتری آوردین اجازه دارین و میتونید بگید کی شروع کنه. بچه‌ها شروع کنن. ما باید میتونیم بگیم آره یا نه. نه نمیخوایم. ممنون نمیخوایم. کی اول بازی میکنه؟ هر گروه هم میتونه هر گروه 4 بار اجرا خواهد کرد. پس هر نفر 2 بار رو بازی میکنه. شما تشریف برید اینجا، شما میمونین، شما بفرمایید. من میخوام اجرا کنم. بله دیگه اینجا واسه. اینجا من حدس بزنم. بله اینجا. خب همه چیه؟ بله. عالی. ببین داشتم فکر می‌کردم فوتبالیست اینجوری میشه. آرش. این یعنی چی؟ این یعنی کلمه اول یک کلمه است. یک کلمه. بله. 2 کلمه، کلمه دوم، 3 کلمه کلمه. سوم. اینا که اشکال نداره. مردم هم یاد بگیرن. ما اگر اینجوری بود اون این عدد رازی نیست بین من و آرش. نه. مردم حتما اینا رو می‌خواستم بلدن. همینو بگم. تنها مردم اینا رو بلد. 2 نفری از نه، جمعیت ما ایران اصلا که اینا رو هماهنگ نمی‌کنن. من و آرش میخوام خودمون بفهمیم. من بادمو خالی میکنم اگر نه بیا نگرد بادتو نگرد. من کمرم تو امتیاز. چیکار کنم؟ یکی رو انتخاب کن. خندوانه. آماده؟ هر اجرا 1 دقیقه. همون قوانین. 1 2 3 برو. قدم زدن، رژه، احترام نظامی، راه رفتن، رژه، سلام نظامی، سرهنگ، سرباز رژه، سرباز رژه رو، سربازی. سربازی. سرباز نه سربازها. سرباز ماست و سرباز. سرباز کبابی. سرباز سربازان. سرباز ضعیف. سرباز میره. نه سرباز میاد. بردار. سربازی. این زیگیه. اصلا سربازی یه بارم اونو حدس میزدی. عدس برنج. سربازها. سرهنگ. ولی از سرهنگ آوردمش سرتیر گفت سرباز. خیلی خوب چی سرباز. آره خانم شب میشه عدس برنج درست کنیم. آقا میرم دم هواکشش فوت اون میکنم. الان ببین تو وضعیت برده. تو هم بودی همین کارو میکردی. یواش. کجاست؟ بیا آروم بیا. من کجا؟ آروم بیا. میری یا برم؟ آقا الان سرباز رو قبول نمیکنن؟
نه میشه نیم امتیاز؟ نه ما که طوریمون نمیشه. سرباز. اینا که طوریشون نمیشه. سربازی. مهران برو. سربازی رو قبول میکنه. بله بله همون کلمه سربازی. عیناً همون کلمه. آقا مهران ببخشید. نه گوشیشو بابا بزنی. نکردم. این حرفا چیه؟ واقعا این که هواکشه سربازی رفتی؟ نه منم نرفتم. خوبی؟ همون نرفتیم اینجا. ولی این من ای آزل بود بودم. دیگه. آره. سربازی. ببخشید اینو چجوری عکسشون نشون میده؟ آره 1 2 3 برو. اسکی ورزشیه. سورتمه. آفرین. برو بریم حدس بزن. گمش بریم اونور. برو اونور. 49 وقتی اجاره ثانیه میکنن هواکش دو نفر هم که اجاره نیایید. میکنن اون بره دیگه. بله درسته. گفتم بهت. همین زدی اومد. چی خانم امیرسایی؟ 49 ثانیه از زمانشون بود. آها یه لحظه اجازه بدید من میشه اینا رو خودم بنویسم. بگم چه آهنگی برام بذارن؟ رقم ها این همش 2 امتیازی. بدیدنم بیا که خیلی سربازی. بدیدنم بیا بریم سربازی. اینایی که پخش میکنین تو گوشم اینا آدمن دارن میگه با 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 گروه آکاپلا. 3 فصل آماده 1 2 3 برو. 2 کلمه است. کلمه اول کباب، کباب کوبیده، کباب برگ، زبون. خب کباب اولیه. خب دومی جلو کباب. کباب پس. دومی اولی کبابه. دومی خب بازی کن. کباب باد زدن، کباب پختن، کباب پز، کباب تلفنی. کباب آرش کباب کوبیدن. رستوران، چیز تهیه غذا. مهران باربیکیوه. نه کباب از اولی. باربیکیوه. مهران چی بود؟ بردار. کباب ترکی. آفرین. گفتم موزیکو زودتر آرش قطع بفرمایید. می‌کردی. خب کباب ترکی ترکو چجوری میگفت؟ میبریدی. نه دونر ما با کباب، آقا مهران کباب ترکی. آره دیگه. ای اینجوری ها میبریدی. اینو کباب اینجوری میبریدی. و اینجوری چرا میبریدی نگفتی حل. خب چیزی از ارزش‌های تو کم آره نمیشه. دیگه بگیم به میگفتی اینجوری کبابر این. آها چرا به هر دو ذهنت میرسه بعد ببخشید این زبونه یعنی چی؟ نه بذار من آقا بس بگه مهران یه زبون دیگه با هم ایه. کد گذاشته بودیم بعد چقدر کداتون بجاست. آفرین. بیا اونا دیگه لهتر از این یه نمیشن. دونه برات آخر دارم دم هواکش. الان جواب نمیدم به صدا کمه. آخ خندیم تهش اینه که آتیش میگیری پول میگیری. بیا این وقت. شاین چند کلمه است و تهش اینه آتیشش میزنیم بره پولشو شاین بگیره. چند کلمه است و اینا شو بگو. اینو آتیشش میزنه. بره پولشو که بگیره. به جایزه نمیرسه بره پولشو بگیره. جفتتون آتیش میزنم بریم پولشو بگیره. من اونو ولی من میزنیم. نمیسوزم. خب همراه میخواد دیگه با یه همراه. ثانیه میسوزم یه تمام میشه. همراه واسه هم به داره. دردت نمیخوره. بذار پولشو خونوادت بگیرم. اینم حرفیه. ببین رو همین فندک میگیرم. بعد میدونی جنس اینا چه خوشگل میسوزه. برو پولشو بگیر. 1.5 نمیارزه یه فندک بگیرم زیرش. داداش رفاقت ما واقعا. چی کار داری با آرش؟ نه هی میگی فلان خانم پلو و عدس بپس. حالا بهت میگم آماده کی ای؟ سیگاری یه فندک بیاره؟ 1 2 3 برو. 2 کلمه است. اولی. چند حرفیه؟ 1
یه پرنده است. 6 تا حرفه. مرغ، جوجه، مرغ، خروس. دومی خروس بیمحل، خروس جنگی. خروس بیمحل، خروس جنگی، خروس لاری. خروس لاری. این الان چجوریش لاره؟ خروس ما رو کد اومدی؟ گذاشته خروس رو اومد؟ نه گفتم این چیه، گفت مرغ، گفتم شوهرش. شوهرش چجوری گفتی؟ زمان. اینجوری انگشتر؟ نصفش آقا یکی کردی؟ رو بیاد اول بگی. 36 پای ثانیه. مرغه 3 تا انگشتم. چپش. من شما برو. باید بعد داداشمی. آرش داداشم. بیا. گیر داده به هوا که داداشم. آماده؟ 1 2 3 برو. حیوونه. نفر. تمساح. آفرین. ببخشید یه دقیقه. ببخشید تمساح شاخ داره. حیوان. بیا بابا بیا یه. آقا به خاطر اینکه گفتیم آقا اندازه اون استودیو قضیه جشن که میره نتونستی- براتون. که نتونستی یه بار دیگه خوشحالی موزیک. کنی. تو هم میگیری بیمه رو؟ یه چرخ بزنی توپلا. چند؟ پس معلوم شد حقمون رو تا الان خورده بودم. خب اینم متوجه بشین. بلا کل استودیو خوشحال نمی شدن. خانم ثانیه رو هم بگی. بعدن ویدیو چک 54 میکنم. آقای ثانیه. جوان همه اینا ضبط میشه. 54 ثانیه. باریکلا. نمیشد بگین 60. بعد دیدی نامحسوس حال من بد شده شما زمان 1 گفتین. ثانیه هم صرف نشده نه. نه میگفت 60. آها 1 ثانیه هم صرف نشده. 1 دقیقه است. 59 میگفتی. ولی کاش که اینم نمیگفتم این داره میخنده. آره میخوای بقیه رو نگیم؟ آقا ما تصمیم گرفته بودیم این دفعه رو ببازیم. دمتون گرم. موفق جلو رفتیم پس. 1 2 تو 3 که بیمه نیستی چرا دریا، عمق دریا، پنگوان، بوق میزنی زیر دریا. امیرعلی نبوی، چیز این یارو جنگیه چیه؟ شاه حسینی. زیر دریایی. آفرین. این یارو زیر دریایی داشت میشه من بیام باز؟ نه آخه آرش خوب حدس میزنه. چرا نه؟ زمان نمیشه. زمان. نمیشه. قانونش 44 اینجوریه. ثانیه. آقا گروه بازنده روی مربع آخر وای میسه باز میشه. آقا مگه 4 دفعه نبود؟ کارتون پلنگ صورتیه مگه این با چند تا میرن بوده؟ پایین. دو تا تو رفتی من یه هر دونه کدوم رفتم. تو یک اجرا. آها این آخریه. اجرای آخر این مرحله تونه. آره آه، انشالله من اینو اون ببریم. سالیو آره فقط. آره آفرین. اجرای آخر این مرحله مونه. تو این مرحله همه رو گفتیم یا نه؟ خوبیش اینه آرش میگه آره اوکی. آره. آخه من میدونم چیه. آماده. چون قبلیارم 1 2 3 برو. یه چند کلمه است. دو بخشه. در همه بیا. سقوط آزاد. سقوط هواپیما. سقوط آزاد. سقوط آزاد. به کجا؟ بانجی جامپینگ. بانجی جامپینگ. منو تایید میکنه. سقوط آزاد. آرش یه تناب. آزاده. آها یه تناب. سقوط بانجی جامپینگ. یه تناب ببند. تو یه چیزی بگو. به پاد نبر میخوری زمین. پاش. نکن. آها بانجی جامپینگ. آفرین. اول پا رو ببند بعد بپر. راست میگه. اول یه چیزی به پاد ببند بعد بپر. راست میگه. راست میگه. میگه اول پاتو ببند بعد یه بار ببند. دیگه موسیقی. چرا اول میپری بعد میبندی؟ بچه‌ها براتون نیستم. من بادم خالی میشه هواکشم کار نمیکنه.
بیشتر از این نمیتونم. زمان باقی مونده 14 ثانیه. و 14 700 ثانیه. آها نه دیگه و نداره. آه. بریم. به این گوشی رو بردارم راحت باشم. خیلی وقت تموم شد نوبت اینا. چرا نمیگین؟ دفعه اول اومدیم خندوانه. برو آماده؟ بالا مرسی. مهران جون برو اونجا عزیزم. چشم. چشم دی بالا. 1 2 3 برو. چند کلمه؟ موتور، دوچرخه. اولی دوچرخه، دومی ثابت. دوچرخه ثابت. آفرین. همه رو تا الان گفتیم. چقدر نونورن این دوتا. همه رو تا الان گفتن. شبیه یه دونه شاگرد نگفته اول ندارن. نونورای- آقای نوید اون چی بانجی چرخ جامپینگی هم که گفتی امیرعلی به آرش گفت چیکار کنه. آه. نه 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 من تکذیب میکنم. نه. من قبلش داداش تو ماست زمان داشتی باقی از مونده. گاو میدوشیدی. نامرد مگه شما از کجا ماستو میکشید؟ چرا از شما بقالی. ما از بقالی ماستو میکشیم. اصلا چرا چرا چجوری میدوشم؟ من گفتم این شیر میشه. خب بعد شروعش شیر رو درست میری داری درست. میری. لبنیاته. بله. تو باید شیر رو اینجوری میدادی تکون میدادی. حالا یک بعد ساعت فکر ماست کردی. این می‌داری. الان برده پنیر چیزو بیمه رو. نه هنوز. اینا رو همین فعلا هیچی نداره. زمان میگم باقی بیمه رو مونده؟ بردی یا نه الان؟ 48 ثانیه. بذار بیمه باشه. امیرعلی ما انقدر درگیر ایناییم مفتی یادمون رفت نسوزه. خوشحالی کنیم. آخه خیلی نمیخوام ساده و- مفت بسوزه. ما به سختی ما رام بود. نمیخوام واسه مفت امتیاز بسوزه. شما آره. ساده هاشو سخت میکنین آرش. بچه ها الان سخت کردی. مفت بانجی رو نسوزید. سخت کرد. نه دیگه نه بانجی رو باز خوب گفت. نه بابا. سربازی دهنتون رو واقعا ببندید که نمیشه. مفت نسوزید. اینجوری سربازی اینجوری نمیشه. نه من اصلا این هم سربازها باید بگی سربازی دیگه. بچه شما ها دوتا دهنتون رو ببندین که مفت سوزی نشید. یعنی بذارید بیمه رو ببریم بعد بسوزونمتون. بچه ها شما 2 تا اجرا رو گفتید 4 امتیاز. خیلی یه ممنون. 54 ثانیه یه 14 ثانیه که در مجموع میشه 68 ثانیه که میشه 2 امتیاز. با اون 6 با اون 4 تا میشه 6 امتیاز. با 3 امتیاز قبلتون میشه 9 امتیاز. نه من نه رو خیلی دوست دارم. شما رو پیراهنم. هدفمون رسیدیم. آره ما دنبال شماره عدد پیراهنه. 9 بودیم. بعد دیگه هم ادامه بله بله بله. این دیگه اگرم نگفتیم بدونین که دنبال 9 بودیم. شما یعنی به خواستتون رسیدیم. شما 4 تاتون رو گفتین 8 امتیاز جمع ثانیه هاشون 177 ثانیه که میشه 5 امتیاز. یعنی 5 همه رو امتیاز چیز میگفتن. 5 امتیاز و 3 8 ثانیه زودتر امتیاز گفته 13 بودیم، تا چرا 13 و 17 30 امتیاز. ابوالفضل چی؟ ما ثانیه‌مون رو درست شمردین ابوالفضل؟ جواب نمیده؟ 68 ثانیه داشتیم که شد 2 امتیاز دیگه. خیلی ممنون. ابوالفضل چه صداش عوض شده. تمام این فصل به خانم امیرسایی میگه ابوالفضل چون ابوالفضل هم اونجا گروه موزیک بود اونو زدا میکنه به بهانیم. خب خانم امیرسایی پس 30 امتیاز و 9 امتیاز درسته؟ بله کاملا. بریم برای مرحله بعدمون. مرحله بعد 40 پیکشنریه. امتیازی دارین تو مرحله بعد؟ نه. اگه نداریم ما نیم دیگه. نه 7 امتیازی 5 امتیازی 3 امتیازی که ایشالا 3 تا همه رو 7 میتونین میگیریم. برداریم. 3 تا بریم. 21 به اون بازم نمیرسه. حالا بریم چی میشه. نه 3 تا 7 برداریم با 21 ولی با این ما میشه. ناامید نکن یه چیزی الکی بگو ما بیایم مرحله. بله بیاین. آماده بچرخین. بریم. 1 2 3 بگو ببینم گوشاش درازه خب خرگوشه آها خرگوشه کلاش اومده باز من فکر کنم داریم به داوری میبازیم. دمت گرم رام بود. این دفعه ثابت شد بهم که به داوری نباختیم. چی علت باخت ما چیه نمیدونی؟ اصلاحش کنیم تو بعدی. عدم توانایی در برد. علت باخت. اینم هست. آقای برهانی رسیدیم به شماره پیرنش. چطور شد بچه؟ ما راضیم داشت ما اومدیم اشغال. نوکرتم. من
من کلید خونه دست خانومم بود اومدیم اینجا چی دیگه. شد آقا؟ باز چرا نشد اونجوری که باید میشد؟ سربازی رو من اشتباه کردم. بعد ولی دیگه بقیه رو خوب رفتیم دیگه. نه خوب رفتین ولی به نظرم تمرکز انگار باز نداشتین. انگار مچ وقتی نبودین. میافتیم عقب یه ذرم من حالا این تاثیر داره. نه بابا چرا تو آقا مهران ولی تجربه رامود است. شما رو بیشتر دوست داره. قشنگ مشخصه نه؟ خود برای ما هم همین باشیم. ارزش نه داره. تماشاچیان مثلا اینکه شما بازی میکنید به بعدش شما هم یه میخنده. واقعیت رو بگم ما دنبال جایزه نیستیم، نقدی بود بیشتر زحمت بکشیم. آره صادقانه. دیگه اینا هم. این خیلی صادقانه بود ها. نگید چون عقبه داره اینو میگه. بسیار عالی. آقا دست شما درد نکنه. بریم برای تعویض لباس. بفرمایید. خانم ها و آقایان، خندوانه های عزیز، وارد مرحله سوم امشب میشیم. مسابقه پیکشنری که در اصل باید از ضرب المثل ها انتخاب بکنین و نقاشی بکشین و حالا توضیح میدم بهتون که چه کار باید بکنین چه کار نباید بکنین. توی بخش اول به خاطر حضور آرش برهانی عزیز گفتن به افتخار استقلالیا که همه دست زدن. بچهای پرسپولیسی گفتن چرا پرسپولیس نمیگین براشون دست بزنن. به افتخار پرسپولیس. ایران. خب آقای جوان میتونم یه صحبتی قبل از فرمایشات حضرت عالی بفرمایم؟ بفرمایم. شما یه امتیاز نگیرین مردیم با ما. یه هفتایی انتخاب کنید نگیرید. باش. نه قبول. خوبن. مردید با همون بیمتون. قبوله. خب ولی آخه یه امتیاز هفتایی ما به درد شما نمیخوره. یه دونه نگید که به دردمون میخوره. چند تان آقای جوان؟ چی؟ ما نو امتیازشون. ما شاهد رقابت بین گروه شاهانا و گروه کی هستیم که اجازه میدین نشون بدم دوباره؟ میشه کی؟ دست ما بزنید؟ اسمی تو اسم گروه 3-0 جلو بودیم. تو اسم بله. ابتدای بله. برنامه ولی بله. متاسفانه شما تو مرام و معرفت هم 3-0 ما رو زدین آقای برهانی. دمتون گرم. آقا من دیگه نه راضی بگو بله الان. بگو بله. وقتی الان میگه اوضاع بله. درسته. بله بله. زدیم. خب تا این مرحله بگو گروه بله شاهانا 9 امتیاز گرفته و گروه کی 30 امتیاز. چرا؟ سوالم نکنیم آقای جوان. از خودت بپرس. آها خب جوابمو گرفت. آره. خیلی ممنون. و اینکه بریم ببینیم چی میشه. خواهشم اینه که در حین کشیدن فقط اجازه دارید تایید و رد بکنید. آها. با بدنتون هیچ اشاره هایی رو ایجاد نکنید. حتی شما دوست عزیز. چشم. متشکرم. بله. آقا عدد و حروف به هر زبانی نمیشه. عدد و حروف به هر زبانی اجازه ندارین بنویسین. چرا حرفایی که ایشون میزن ببخشید خیلی عذر میخوام. چرا عین جملاتی شما داور نیستید؟ شما ادبیات خودتون رو داشته باشید. چشم. و باعث باخت یه گروهی نشید شاید. معذرت. خواهش. من به عنوان مردم الان بله صحبت بله کردم. بله خواهش. درست. نه به هم گوشزد میکنن جاهایی که دارم جا میندازم. آقای داور کسی یا- باید به شما یادآوری گوشزد می‌کنه. کنه. خب عرض کنم خدمتتون اینو بگم راجع به ستاره 780 ستاره 5 مربع. در این روزگاری که واقعا هزینه ها انقدر زیاد شده که بخش قابل توجه و بزرگی از جامعهمون برای انجام خیلی از کارهاشون دچار مشکلات جدی هستن، بقیه جامعه چون میتونن کمک بکنن به ستاره 780 ستاره 5 مربع عددی رو واریز میکنن برای ارزاق، برای تبلت برای بچه ها، برای خدای نکرده بیماری کرونا یا اصولا موضوعات درمانی و اینها، میتونن اونجا کمک بکنن که به دست کسایی که لازم دارن برسه. ستاره 780 ستاره 5 مربع اینجوری یه عددی رو واریز کنه هر چقدر که هست به شدت کمک میکنه. بله خدا خیر میده. شما چون امتیاز بیشتر گرفتی در مرحله قبل بگین کی شروع کنه. دوستان بزرگتر ما هستن. نه بزرگتر رو بیارید. میتونین بگین. باشه. نه؟ باشه بیاید. موسیقی. آقا آرش ما الان میتونم یه چیزی رو روشن کنم.
بله. اینقدر تو ما الان مسابقه چند تا بودیم، چند همه- بگیریم چی میشه؟ اینو میشه جواب بدی؟ آقا اگر از آقای اونا- نوویان سوال اجازه کنیم. بدی؟ همه بگو چی- رامبد بگه دیگه. بگو یه چیزایی که رامبد هم اونا رو تکرار کنه. ما الان ببین چجوری واقعیتش می‌تونیم اینه که ببریم؟ 9 امتیازین 30 امتیازن اگه 3 کیف تا طلایی نمیذارید نداریم. الان؟ اگه 3 تا 7 امتیازی وردارین همش رو بگین و اونا نگن یا یه دونه مثلا 3 امتیازی وردارن تو ثانیه هاش کاری نتونن بکنن و شما تو ثانیه هم جمع بکنین خب به هر حال یه شما احتمال بالا رفتنتون است. از کجا؟ از اینجا. از اینجا احتمال 90 بالا. ثانیه وقت دارین. خب چند امتیازی برمی‌دارین؟ 7 امتیازی. خب بیا، من آقا چرا برم؟ آب که از سر گذشت ولی چه هفت مهران وجب. شما واقعا همچنان احتمال برد دارن. بدو بابا. بله میتونم فکر کنم. بله. می‌خوای آقای کاغذ شاه بدی حسینی. دست آرش؟ میشه گچ آوردن طول بکشه من بیشتر فکر کنم. او مای. مهران جون هر موقع آماده بودی بگو شروع کنی. زمان داری برای فکر کردن. تو میتونی حرف بزنی. میتونه آقا مهران اون چند کلمه رو بگینا. میتونی. خیلیه. 1,000,000 کلمه. طولانیه اشکال نداره. آسونه. اینو که میتونم بگم. آره. آماده؟ آسونه. شما الان هر کار بکنین ما میپذیریم. آماده؟ معذرت میخوام. 1 2 3 برو. کو به کو نمیرسه آدم به آدم میرسه. پیراهن درسته؟ ضرب المثله. خب نه میدونم تموم شد تایممون. بعدی نکشیدم. نه گفت چیز امیرعلی گفت. امیرعلی چی بود؟ نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار. دلم کشیده. آره نو و کهنه همون نوع رو خیلی کشیده. خوب کشید. آفرین خیلی درست رفت. واقعا. بله. اون قار چی بود فقط؟ نه اول خواستم بازار بکشم. نه آره، اشتباه رفت. این اشتباه رفت. درسته. آره. این و قلب و حالا مثلا یه اینجوری هم میکشیدی. پس 7 امتیازی ها بغض داره با کلمه ناراحت کلیدی. میخوای بکشم؟ شاید یه چیزی شد. من میگم ممکنه مرسی یه مهران. موقع لازم بشه ما 7. بیاین. من میرم. تو برو. اولش کاش قشنگ فکر میکردیم. چند امتیازی؟ همونو میرفتیم میبردیم. 7 دیگه. کدومو؟ همون پیراهن. آره یه آره. 7 من بریم رفتم چون تو ممکنه کوه که دشت بعد صحرا. آره از ولی لازم پاکش کردم باید بشه. بیخیال آره بیخیال شدم ولی آه. ربط دادی. من نمیدونستم که اون بازاره. آره تو ذهن خودم هم خودت برای اومدم خودت بازار. آره یه بردی تو بازار رو دستت. اصلا بدون که فکر کنم بعد یهو پیرن. اوکیه. ها؟ نه اوکیه. ذهنم سپردم. اصلا این کوه مرسی شاه حسینی. خوبه. چاره نداری.
اب نداره خوب. بریم این شاهین من بیشتر خیسش کنی؟ رفتم تو اونو به قول شما پاک حالا تو هم کردی. می‌کشی بریم دیگه. آماده آره شاهین آماده ای آماده ای یعنی حاضری و آماده ای هفت تا نمی‌تونی. آماده ای میتونی. هفت تا آماذری؟ میتونیم دوباره هم برداریم. هفت تا دوباره هم از میتونیم. چیزی که میخوام بکشم خودم کلمات خندم گرفت. ترکیبی. 1 2 3 برو رفیق دزد و شریک قافله. آفرین رفیق دوست و شریک قافله. چجوری گفت؟ من میخواستم بگم آب که بالا میره قورباغه، اون قورباغه ترتر، من اونو نینجا ترتر دیدم. نه خیلی خوبه. اگر من نخونده بودم منم ممکن بود اونو نینجا ببینم نه خیلی من خوبه. فکرم آخه ضرب المثل با نینجا نداریم ببین وای دیدن؟ ما خیلی خوبیم. ما میگم ما یا ماسته ولی خوب می‌افتاد؟ گفتی. شما لطف داری ولی ما آفرین. خیلی چی اینو چه ما خیلی همین. چرا نمیگید چی ان اینا؟ خانم، آفرین. نمیشه. چند ثانیه 59 چند ثانیه در چی؟ رکورد رو زد. تو 12 ثانیه گفتن. 90 میشه؟ ثانیه پس میشه 78 ثانیه 78 بله. چه دقیقم داره حساب میکنه، خجالتم نمیکشه. سیف از خندوانه اومدم دونه دونه ثانیه هاشم میپرسی. خجالت بکشم، مادر من تو خونه داره نگاه میکنه اینجوری باخت ما رو دونه دونه میشماری. معذرت میخوام مجبورم داوره دست مامان چند تو ثانیه میبوسم با آقای جوان ببخشید درستشو میخونین؟ رفیق دزد و شریک قافله با من لج میکنین ابوالفضل؟ ولی واقعا حیرت انگیز گفت نه اون چجوری میخواست شراکت اون دوتا رو بکشه؟ واقعا بقیه باید دوتا آقا یه من داشتم یه دوز میکشیدم با یکی یه بغلش راهزن مثلا با یه قافله. اینجوری. نه دیگه ببین شتر و چند تا آدما ضرب روش و- المثل راجع به دزد ما میشناسیم. باهوشیم مثلا روحوشمون دوست تو سوراخ دوست- نمیرم دزد ناشی به کادون میزنه مثلا دیگه زور بزنی 4 تا میشه دیگه. خیلی خوب تو نه چجوری جای فهمید؟ سپند من فکر امیر کردم- سلیمانی من فکر کردم خالی. قورباغه است. جدی. منم واقعا واقعا فکر مگه کردم. چشمم نینجا میزنه ترتر چشمم بود. بود. شبیه نینجا بیا ترتر آرش آقا 7 میتونم بردارم آقا رامبو؟ تو 9 بردار هفت. بله آقا مهران گوشی باید بذاریم. آقا مهران دیگه همه میگن آقا مهران 7 برداشت. بردار داداشمی. چند برداشتین آقا شاهین؟ آرشمونی. آرش منم گوشی میذارم. این تو که هفت برداشتی منم گوشی برداشتم میذارم. آماده 1 2 3 آرش وقتی برو کنار بالا واسه ببینم. بار کج به منزل نمیره. چند تا پیرن بیشتر باره کرده. اون لباسه بجو دکمه‌شو بزن دوباره خب پارش کن یه خط محکم بکش وسط پاره کن چند تا پیرن بیشتر باره کرده. آستین چی؟ آستین داره توش. خط پارش کن پیرن کت. رو پاره کن خط بزن آها یه خط محکم هم بالا بکش پایین. آها بعدی هم. موزک اون چیه؟ آرنج داره. آرش خط بکش رو همه رو همه‌شون خط بکش. همه‌شون خط بکش اولی هم بکش اشتباه کرد. من نمیتونم بگم. میتونم؟ قیچی چجوری میکشن؟ آها فهمیدم. بگو هیچکی نگه یه لحظه.
قیچی داره میکشه. نه در رو مسئلهشو بگم. داره پیرانا رو پاره 7 تا میکنه. پیرن بیشتر از اون یکی پاره کرده. آها آره چند تا پیرن بیشتر پاره کرده. این ضرب المثل مگه؟ کنایه از تجربه. بله. آره ما چند تا بیشتر. پس اون که این موها رو تو آسیاب سفید نکردیم چیه؟ اون هم همینطوره. اونم کنایه از سن و سالی ازش پس حق گذشته بدین قاطی تجربه. کنم. بله. خیلی سختی نه راستی بدونم ما با شاهین چه تیم قدری بودیم. شاهین کلا ضرب المثل سبز و- چطوره؟ ایشالله که خوبه. حالا بریم ببینیم چی در میاد. ببین کلاً منو. ضرب المثل چطوره؟ این اخطار نداره. به کجاش؟ به چیش بعد اقدار بدم؟ به سوال؟ الان دارن هماهنگ میشن. تو برنامه وسط برنامه زشت نیست برای تماشا چالنجی اسم خونه. 7 به اونا چه که این کلا ضرب المثل چطوره؟ آها کلا باشه بگو شاشو. نه داریم. میخوای 5 نه داریم یکی دیگه هم داریم. درسته. چقدر رفیقم با هم. عزیزم درسته. چقدر چند تا اجرا کردین؟ ما 2 تا یه دونه دیگه خیلی خوب. یه دونه دیگه دارم. بچه هم چند تا اجرا کردن؟ 3 تاش تموم میشه. آها، کدوم یه بری دیگه میریم؟ می‌خوام. منم باد میرم. حله. بله آقا. فینال رو نبینیم فینال رو ببینیم. آماده؟ میگم آرش کدوم بری میری؟ منم باد میرم. 1 2 3 برو. کو به کو نمیرسی، یارو به دنبش میبند. اون که دیگه 6 اصلاً کلمه. نمیرسه. اولی دل، این چیه؟ سیره؟ سیر؟ دل، یه دل سیر خندیدن. اون ضرب المثل یه دل سیر خندیدن. درجه دل، سیر، آب من گفتم، جوش. چرا به اون گفتی آره؟ بالا رفت. زود جوش آوردن. اون زود جوش آوردن بود. دل، سیر، سیر خوراکی یا سیر تکمیل. دل، سیر، آب جوش. همین یه دونه رو نذار بگه. سریع یه مفهوم دیگه شو بگو. امیرعلی میشه تلاش دل، نکنی یه سیر. دونه رو نگه؟ بدو ابوالفضل تموم کن. یک دل سیر که نمیشه. این چیه؟ انگوره؟ نگفتن. چی بود؟ چی بود؟ دلش مثل سیر و سرکه میجوشه. اینجا میشینی راحت‌تر میتونی بگی. من عمدن نگفتم. الان شما باید نقاشی بکشی. بله. دلش. و اصلا برات مهم نباشه که میگیم یا نمیگیم. نه. ولی ما تلاش میگم. میکنیم به خاطر تماشاچی که دمت تو گرم. خونه ما رو دوست دارن. آره پاشو بیا. نمره این دیالوگ هم سیر رو چند؟ چرا گفتم؟ 20. خیلی من. ببین دل سیر چون ما در هر صورت تلاش اینا رو که میکنیم گفتی، براش. حالا باید بری بله. دنبال ضرب المثل. و به این میبالیم. چه ضرب حتما. المثل دیگه ای سرکه رو میکشیدی انگور. امتیاز. ببین دیگه آخریشه؟ بعد برای دلش اونم بعدی هم میخوایم میجوش. هفت دله رو مینداختی توی آب دیگه جوش. آخریشو. بجوشه. ببین قرار شد کلمات کلیدی شده. چقدر جای مهران و آرش بودن سخته. ببین کلمات کلیدی شو که پیدا بکنی خب آره نه. بعد بکشی همه رو. نه نه این دلشو نه. آماده فکر برادر یه عزیزم دل. بذار گوشتون رو. بله 1 برم مهران. نه 7 امتیازی برداشت. آره بله. قشنگ فکر کنیم که پاک نکنیم. دقت کن. خیلی ممنون. چه راهنمایی. وایس. 1 وایس. یک 2 3 برو.
پیرمرد بچه پیرمرد اولیش بچه جوون خب بچه کله سر پیری و مرکه گیری. آفرین. دمت گرم. خوبم رفتم. عالی بود. بیا اینه. ماشاءالله. میذاری کمرم نمیتونم بیارم. عالی بود. شنا خوبه. آفرین به جفتتون. ما این بار آفرین. دمت گرم. قلب ما رو خوردن. آره واقعا. ما به داوری و رامبد و ابوالفضل و آقا شاهین باختیم. ابوالفضل اون بالا و خب به شما به اینا باختیم دیگه. باخت. چند ثانیه؟ در تعارف به علکی شاهین و 20 ثانیه. آفرین به شاهین و بله 20 ثانیه. یهو بس نکن این گوشاشو برای بعد به خندوانم میخواد. بالاخره لازم میشه. برای چیزای دیگه که بخوای بشنوی. چند امتیازی عزیزم؟ دیگه 5 میخوای 3 شما قسمت بعد باختتون جذاب آقا من میشه. حاضرم. چی؟ اگه موزیکو بدی ولی خدا دمت تو اینا گرم. ببرم ما بدونیم. بفهم. بدونن که ما به کیا باختیم. اینا یعنی برن خب اول شن. من آماده آمادم. یکی ها فکر کنم بله بهتره. 1 2 3 خوبه. برو. بابا آب داد. یه گیاهیه یا آتیشه؟ کدوم آتیشه؟ شاهین به من نگاه کن بگو آتیش. شاهین داره با شاهین زنه. شاهین شاهین آتیشه. آها. اون وسطیه آتیش ماشینه. به مالم زدم. ماشین. آتیش به مالش زده. آتیش زدم به مالم. آتیش زدم به مالم. آتیش زده به مالش. آتیش زدی به مالت. آتیش به مالت زدن. آتیش به مال کسی زدن. آفرین. آفرین. باریکلا دمت گرم. باریکلا آفرین. اجازه میدین من لیاقتتون برد. ایستاده برای شما دست بزنم؟ نفرمایید. من اجازه نمیدم. بفهمین راحت باش. آفرین. خیلی. خانم امیرسایی 34 ثانیه. همه داشتن ساعتو می‌گفتن، گفته نه؟ آره آره. مهران زود درسته. فهمید. چند و 34 ثانیه؟ آخه نمیشنیدی هی میگفتم اون آتیشه. نه میخواستم کامل بکشم خیلی که تو آقای جوان ما میخوایم یه کاری کنیم بله. حالا شما با بفرمایید ما کارتون کاری نباشه. ما داریم میریم من و آرش. جام اخلاقو بدیم به اینا با ما کاری نشته ما من و میخوایم آرش یه باید هدیه بریم. بدیم به تیم مطمئن بودم این آره اینو به می‌خوایم تیم بگید. اسم تیمتون چی پشتو بود؟ بکن بهم. شاهانا. پشتو شاهانا نه جایزه است مهران ما میخوایم آقا اینو ظرفیت این کار ندارم بگو. میزنیم بهش بکن. جانم. مهران جان جونم آرش. 47 امتیاز 16 امتیاز. باز خوبه اختلافمون کم بود نه بازم معلوم یه چیزی بگو بالاخره آقا مهران. من خیلی بهم فشار اومده. چرا؟ نه ما داریم حرف خصوصی میزنیم. کدو دوست نداره. خیلی ممنونم از اینکه به مسابقه ادابازی دوستانه و بسیار صمیمی و گرم این فصل خندوانه که 3 شب بود تشریف آوردید. خیلی ممنونم. قربون شما. از دیدنتون همیشه خوشحال میشیم. منم همینطور. واقعا. خیلی. آرش عزیزم خیلی ممنونم اومدی. خب خیلی ممنونم اومدی. خواهش میکنم. شما رو در فینال میبینیم خیلی با متشکرم. گروه قد بلندهای دهه 50 و برای می‌بریم. هر دو گروه آرزوی موفقیت میکنم تو مسابقه. ببینیم کدومتون ما برای میتونیم تو باشون آرزو آرزو موفقیت کرونا است بکنیم. دیگه مراقب باشید. کرونا خیلی موفق آرزو موفقیت. تو فینال. دمت گرم موفق. مرد فینال ان شاء الله مثل قهرمان مرد شیم باختیم بدونن. ولی آره مرسی. دمتون گرم
برد و ولی باخت خیلی خوب مهم بودن. نیست. نه، چی بود جدی میگفتن خیلی خوب. مهمه؟ بریم برای چی واقعا میگفتن مهمه برد و باخت مهم نیست؟ اخلاق. دوستی و صمیمیت دوستی و- آره دیگه. نه پس هم برد و باخت مهم. به احترام مردم عزیز ایران بلند شیم. بله. ما همینجا با یه فاصله پروتکلی و اینا اینجا وامیستیم و آرزوی سلامتی میکنیم برای همه مردم ایران و واقعا برای همه مردم دنیا به خاطر این شرایط بسیار سختی که هی داریم هر روز هی سخت‌تر و سخت‌تر داره میشه. از کرونا انشالله زودتر رها بشیم و تموم بشه. به قول امیرعلی خودش یه جوری فلنگو ببنده بره. مخلصم تا فردا شب که فینال رو با هم تماشا بکنیم. مخلصیم. شاکریم. مخلص تماشاچی‌های محترم. رو به اونجا میگیم شاد باشید. 1 2 3 شاد باشید. بردین رفتیم فینال دیگه. چطور بود؟ عالی. امیرعلی خیلی کمک کرد واقعا. من اولین بارم بود اومدم و قاعدتاً برام سخت‌تر بود. امیرعلی خیلی کمک کرد، دانش خیلی خوبی داشت و اینکه تجربه خوبی داشت، اصلا یه آرامشی داشت که باعث شد ما ببریم. من فقط یه چیزی بگم، ما چون اینجوری تنگ هم وایسادیم گاهی اوقات به هم دست میزنیم و اینا، ما هممون تست دادیم ما هممون تست دادیم تا حتی با این که تست دادیم هممون هم منفی تا قبل از دوربین همه ماسک تا داریم. قبل از دوربین هم همه ماسک داریم. اینجا نداشتم به احترام قبل از دوربین. مردم و بیننده ها این کار میکنیم. داریم پشت دیگه. صحنه تو که ماسک خودت داریم. یه تیکر هم میگی من ماسک باید و بزنم. تست هم دادیم. بنابراین خواهش میکنم که یه وقتی نه اینو به حساب به بی‌مبالاتی ما بذارید، نه اینکه خدای نکرده اونقدر شل بگیریم که دوباره وضعیت کرونا بشه. بچه رفتید فینال. بله. برای فینال میخواید چیکار کنید؟ قابل پیش بینی بازم بود نمیخواین البته. کدی چیزی بذارین بین نه خودتون؟ واقعا. اگه همین شکل مسابقه یعنی شاید تغییر فرم کنه. ما جدید نمیدونیم. ما نمیدونیم. نمیدونیم. البته ما تیمی که داریم باهاش میریم فینال قدره، یعنی هم شهاب عباسی قدره، هم آرش زلیپور قدره. شهاب نقاشیش خوبه، خیلی. آرش هم سرعتش خوبه، ولی همه اینها باعث نمیشه که ما فکر کنیم نمیبریم. ما میبریم. 50-50 دیگه، یا ما میبریم یا اونا دیگه. استاد خیلی من به این درست فکر گفتی، نکردم. امیر. چطور حساب کردی؟ خودتون مسخره کنید. دارم میگم چیزی معلوم نیست. نه منظورت این بود بس. ولی ما واقعا میبریم. فینال به نظرم چیزی معلوم حالا ما نیست. ببریم چی میشه؟ نه خب جایزه رو میبرید. نه بعد ولی چی میگه میشه؟ بعد بردین. آو خیلی خوب. بچه‌ها خداحافظ. اینوری باید برین. اونور. بفرمایید. خیلی مخلصیم. دمتون گرم. رفت سرفه کنه. ما پروتکل رو رعایت می‌کنیم. اینجوری برو. رفتن فینال. بازم توپشون پره. میبینی چجوری گفت ما میبریم و اینا، ولی بازی اصلا از اینجا مشخص نمیشه که فینال چجوریه. بشه از الان گفت میبرن نمیبرن. فینال سخته. اصولا فینال سخته. استرس بالاست و فینال اسمش روشه فینال. زمزمه می کنم هنوز این دست دل